سلام خدمت شما دوستای عزیزم. من فرشته اشکانی، مدرس رشته اکستنشن موژه، مدیر و مؤسس آموزشگاه فنی حرفه‌ای رشته اکستنشن موژه هستم. خیلی خوشحالم از این که امروز در خدمتتونم و خوشحالتر از این بابت که فضا و شرایطی رو در اختیار داریم که میتونیم به راحتی تبادل اطلاعات بکنیم و سطح آگاهیمون رو بالا ببریم. 12 ساله که بچه‌ها من فعالیت فوق حرفه‌ای توی رشته موژه دارم. هنرجوهای مجازی بسیار زیادی از کشورهای مختلفی مثل امارات، آلمان، بلژیک، مکزیک، پرتغال و غیره داشتم. باعث افتخار منه که دارای هزاران هنرجوی موفق در ایران هستم که هزار ماشاءالله همشون فعال و موفق و همچنین بچه ها تونستن به درجه مدرسی برسن و خودشون کلی هنرجوهای بی‌نظیری داشته باشن. امروز تو این ویدیو میخوام شما رو آشنا بکنم با یکی از پردرآمدترین لاین های رشته بیوتی، رشته اکستنشن موژه. بچه‌ها من توی مجموعه خودم فوق‌العاده برای هنرجوام ارزش زیادی قائل هستم. واقعا بهشون عشق میدم، دوستشون دارم و باعث افتخار منه که انتخابشون من هستم. مسیر رو براشون هموار میکنم و تنها هدفم دیدن لبخند رضایت و به موفقیت رسیدن این عزیزان هستش. بریم با هم در مورد آیتم های آموزشی مجموعمون صحبت کنیم. خب اولین چیز که بچه باید بهتون بگم اینه که من کلاسام 3 روزه است. توی این 3 روز شما کاملا آگاهی کامل نسبت به رشته اکستنشن موژه، لیفت و لامینت و حنای ابرو رو پیدا میکنید. روز اول کلاسمون تئوریه، تمرین روی سری مانکن داریم، روی مدل‌ها کار میکنیم، فنسازی رو یاد میگیرید، نحوه اینکه به چه فرم چشمی چه موژه‌ای میاد، متعادل سازی، معایب و مزایا و خیلی از نکته‌های دیگه‌ای که باید یک آرتیست موژه اونو بدونه رو بهتون درس میدم. از فردای اون روز بچه‌ها در گروه‌های مختلف تقسیم میشن. با متریال رایگانی که در طی این 3 روز در اختیارشون گذاشتیم یک آموزش بی‌نظیر رو براشون رقم میزنیم. هنرجویی که مدل ندارن به صورت رایگان، بچه‌ها دقت کنید، به صورت رایگان مدل در اختیارشون قرار میدین و در آرامش کامل هنرجو فقط و فقط حواسش به آموزش هستش. بچه ها 2 چشم کامل کار میکنن، قرینه سازی رو کار میکنن و هر افکتی که ازش ترس دارن رو در کنار من اجرا میکنن و در پایان آموزش عکاسی رو میبینن. بعد از گذشت این 3 روز هنرجویان من 10 جلسه کارورزی رایگان دارن که این 10 جلسه برای بچه هایی که امکان اومدن به مجموعه منو سریعتر دارن 2 ماه در نظر گرفتیم و عزیزانی که نمیتونن در طی 2 ماه کلاسشون رو تموم کنن، یعنی عزیزانی که خارج از تهران هستن یا از نقاط دور میان، به مدت 1 سال این 10 جلسه براشون سیف میمونه. هر زمانی که بخوان بیان، اگه مدل نداشته باشن ما بهشون یاد میدیم که چطور برای خودشون مدل پیدا بکنن و از نمونه کارهایی که دوست دارن در کنار استادشون اجرا بکنن نهایت استفاده رو بکنن، با ترساشون روبرو بشن که در منطقه و شهر خودشون به نام بشن، یک موژه‌کار قهار باشن که به جرئت میتونم بگم بالاترین میزان رضایت در لاین آموزش فقط و فقط مختص آکادمی موژه فرشته هستش. در پایان دوره به هنرجویان 3 مدرک اعطا می‌کنیم. مدرک از سازمان رسمی فنی حرفه‌ای کشور، مدرک از آکادمی موژه فرشته که لوگو و امضای خودم پای مدرکشون هستش که تک تک هنرجویان به عنوان نماینده های من معرفی میشن. مدرک سوم مدرک لوتوس روسیه هستش که تمام این 3 مدرک بچه رایگان در اختیار هنرجو قرار میگیره و بعد از اینکه هنرجو تو کلاس های ما سرمایه گذاری میکنه 1 ریال هزینه دیگه برای هیچ چیزی
نداره. به هنرجویان جزوه های کاملی داده میشه که بتونن هر زمانی که دلشون میخواد بهش مراجعه بکنن و حتی ایده بگیرن که برای خودشون چطور تنظیم جزوه رو داشته باشن. پیجی به نام پیج کمک آموزشی که فقط و فقط در سراسر ایران مختص آکادمی موژه فرشته هست که هنرجوها بعد از کلاس اونجا عضو میشن و برای همیشه میمونن. هفتگی اونجا ما براشون لایو میذاریم، از کلاس تئوری دوره‌های دیگه براشون لایو میذاریم که بچه‌ها مدام در حال آپدیت باشن. ویدیوهای جدید و متعدد براشون درست میکنیم، در مرز نمایش میذاریم که بچه‌ها هیچ سوالی توی ذهنشون نمونه. پشتیبانی هنرجویان من مادام العمر و رایگان هستش. بچه‌ها کمتر از 2 ساعت جواب سوالشون رو دریافت میکنن. تک تک نمونه کار بچه‌ها رو خودم بررسی میکنم. بچه‌هایی که مشکل خرید دارن مجموعه هایی رو بهشون معرفی میکنیم که بتونن خیلی راحت خریدشون رو انجام بدن. خیلی از هنرجوهای من که پرتلاشن و خودم متوجه میشم که پتانسیل اینو دارن که کلی استعدادشون شکوفا بشه، معرفیشون میکنیم به سالن‌هایی که جذب نیرو دارن و همچنین در مجموعه خودم ازشون درخواست همکاری و استخدام داریم و همچنین به هنرجو آموزش میدیم که چطور بتونن از شبکه‌های مجازی هم درآمد داشته باشن، هنرشون رو به نمایش بذارن و توی شهر و منطقه خودشون به نام بشن. آموزش کامل اینستاگرام که امروزه یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های مجازی هست به عزیزان گفته میشه. در طی این سالها تکرار میکنم تنها هدف من دیدن لبخند رضایت و موفقیت هنرجوهای عزیزم هستش. در پناه خدا باشید.